خیلی خوشحالم ببینید جدید امروز من با گروه هایپریوس، اما با یه مشکل. این مشکل من که بخوام براتون بگم، ما دوباره باید تیم هایپریوس رو تأسیس کنیم، چون ما اصلا از فیفا با رئیس فیفا و رئیس فوتبال ایران اصلا مجوز نگرفته بودیم و الان باید بریم دوباره مجوز بگیریم که الان گرفتیم و دوباره باید برگردیم. خبر بدم چه بخوام بدم، اسپانسر، کیت، لوگو و تمام بازیکن‌ها هم از ما گرفتن و ما موندیم و با یه اسپانسر گرفتیم که اسمش نمیدونم چی بود، پالاسیا فکر کنم، پالاسیا همچین چیزی. اونم 50 میلیون دادن، پول زیادی نیستش، اگر بازم میدونم، ولی خب دیگه چه کنیم، دوباره اومدیم مجوز گرفتیم اومدیم توی دسته یک انگلیس. حالا باید بریم و ببینیم، حالا من اینا ردیف کنم بریم برگردیم. خب ما کلی مربی رفتیم گرفتیم، 3 میلیون هم واسهشون دادیم و کلی هم حقوقشون دادیم و بودجه میذاره کم شد. اما این ترکیب اصلا ترکیب درستی نیست و کسایی که بیشتر من میشناسن میدونن که من فقط با 3 بازی می‌کنم، نه جا 3 آره همینه دیگه. حالا ما بریم بکنیم بعد ولی شما ترکیب و چیز کردیم، بعد ادیتور اگه میتونی این چیز برعکس کن که بچه‌ها بتونن دقیق‌تر ببینن. حالا ما با این وجود نیاز به بازیکن داریم، ما بازیکن نداریم زیاد، یعنی بازیکن خوب زیاد نداریم، باید بریم بخریم. حالا من میرم لیست شاید بشینم میام. آقا لیست آماده شد. اول نفر پالمره که می‌خوایم یعنی روشش بدیم، یعنی ببینش بالا دیگه. خوب بالا 66 میدونم ولی اونجا نزده، ولی خب دومین نفر خوسلوه که به نظرم میتونه موزینا خوبی برای حملمون باشه. سومین نفر جهانبخش که ایرانیه، البته بالا میتونیم بگیریمش. اکرم عفیف که بازیکن آزاد رایگان، میتونیم فقط دستمزدش رو بدیم و بیاریمش. ایشون دیدم اورال بالایی داره و فقط باید دستمزدش رو بدیم و اینا هم همین دو بعد اصلا نمیتونیم. و آخرین نفر کای پاکر. حالا ما از بریم جلو، اورال بازیکن‌ها مشخصه. دوستان حالا بعضی از بازیکن‌ها این اکرم عفیف، ایشون و این اسمش میدونستم ولی الان یادم رفتش، مشخص شد هیچونه گزینه خوبی باشه 8000 تومان بیشتر نمیگیره، ولی که نداره میخرمش. ولی داره، ولی با خیلی گفتم ولی اصلا برش بریم ایشون اول بخریم. توی 1000 تومان دستش میگیره، چه خوب 4 سال بهش میگم، یه سال قربان شده شدم. حالا این سال بنده فصل نمیذارید چقدر دستمزد میخوره. حالا اول فقط پاداشا رو حذف میکنه ولی اینا چه میزنه ولی بالا، ولی خب حالا اوکی میدیم بهشون یا فقط بیا چه نیاز داریم بهت. اولین نفر رو خریدیم بدون هیچ پولی، یه نفر دوم بخریم. خب دوستان ایشون رو هم خریدیم، ایشون رو خریدیم و بدون هیچ پولی بردیمش توی تیممون. خب دوستان اکرم عفیف رو اینجا می‌بینین آوردیم به تیممون بدون هیچ پولی. تا الان هیچ پولی خرج نکردم به جز اون مربی‌ها که گرفته بودیم. مثلا اینو نگفتم ولی میگم برای گرفت بردن بالا بردن اوورال بازیکن خیلی کمک میکنه. خیلی کمک میکنه. حالا میریم اسمش یادم رفت بریم بخریمش. دوستان ایشون قبول نکرد متاسفانه و باید بریم سراغ اسامی دیگر. ما باید بریم اورال اینا رو تعیین کنیم. بچه اورال اینا مشخص شد. پالمر که اونجوری گفته بودم 66، بن وایت 80، جسم بوسمان حالا بیش مثلا که انگلیسی ببینید بقیه مشخص شدن یا نه. اینکه 81 دیدی 80. بریم سراغ خریدشون، یعنی که با 24 میلیونه میریم میخریم سیه. خب سراغ مذاکره ساس حاجی وسط مذاکره اینجوری شد. حالا باید بریم بیرون دوباره بریم چوز. خب دوستان ما رفتیم برگشتیم دیدیم که همه کسایی که خریده بودیم دوباره از اول اومدن. ما رفتیم یه دو دیگه همه خریدیم. بعد ایشون چیز اکرم عفیف رو نتونستیم بگیریم، اما به جاش این اومد. چی بود؟ اون بازیکنی که دفعه قبلی نیامد اومد. خب ما بریم وارد مذاکره با کپا بشیم. متاسفانه نشده باش قرارداد ببندیم و میرم با این بازیکن یه قراردادی بتونیم ببندیمش. خب دوستان ایشون اومد مدت 4 سال توی تیم ما، اما اونا نتونستیم بگیریم، یعنی کپا رو نتونستیم بگیریم. ولی خب اینم به سرکتر بود، هیچ پولی براش نداریم. بریم خوسلو رو بخریم یا نه؟ داره فکر کنم کی رو بخرم. بچه هم خواستیم کاری باکر رو بخریم یا رو نمیخواد که بیاد ما، یعنی اینکه تازه خریدنش نمیتونه بیاد تو تیم ما و باید بریم دوباره دفاع راست که ایشون باشه جنگالت. اینه میتونیم رازش کنیم. متاسفانه ایشون هم نتونستیم بگیریم. اوضاعمون خیلی بده و الان دقیقا بذار بریم پالمر رو بگیریم 2 میلیون 300 خبر. حالا میریمیگیریمش و برمیگردیم 3 میلیون بهش فشار بدیم. آقا من اشتباه دستم خورد 3000 توش بلندش دادم و بایدم نیاد واقعا. خوسلو فکرش نیستم واقعا. بذاریم ترکیب بشینه برگرد.
یعنی میخوایم بریم بخریمش. ایتالیا نیست، لوکشا بوده، اریکسن بود فکر کنم. آره فکر کنم ایشونه. یعنی میخوایم بدون هیچ حرفی بریم بخریمش. درسته که بودجهش خیلی یعنی قیمتش خیلی زیاده ولی خب نمیتونیم بخریمش. پس بگیم گزینه‌های من دیکو لوئیسو با بامبیستاکایی که بریم اول بامبیستاکا رو ببینیم. میتونیم با یه قیمت حداقل بریم 35 میلیون دیگه خدایی باید بده. بریم ببینیم این میشه خدایی بده. خدایی داد دیگه. اوکی حالا بریم خودش راضی کنیم. نتونستیم بامبیستاکا راضی کنیم و باید بریم که دیکو لوئیسو بخریم. دیکو لوئیسو راضی کردیم، یعنی گاردیولا رو راضی کردیم. حالا بریم دیکو لوئیسو خودش رو راضی کنیم. خب دوستان دیکو لوئیسو رو راضی کردیم که بیا تیممون از همین الان دیکو لوئیس واسه ماش با 14 میلیون خریدمش. اون رو بیام گرفتم و دیگه بریمش. حالا بریم ترکیب بشینیم. بچه‌ها اینجا گرشم یه ایرانی دیدم. همونطور که می‌بینید اینجا تیم ایران زده با 17 سال سن. خب دوستان اینطور که می‌بینید این شد ترکیبمون و بعدم جلو دیگه و ببینیم چه میشه. بعد چیو می‌خوام اینم قضیه بدم بره پیشرفت کنه برگرده. بعد ایشون هم یکی می‌خواد بریم وارد مذاکره شیم باهاش. اینه که چه میشه. بچه‌ها ما اینو با یه بازیکن جوون تاق زدیم ببینیم خودش رو میتونیم راضی کنیم یا نه. بچه خودش رو راضی کردیم و باید ببینیم دیگه اون خود یارو راضی میشه یا نه. خب دوستان میریم سراغ اولین بازی تیم هایپریود. ببینیم این صحنه رو. اوی خدا نمیذارن چرا یه پاور شات عالی از حالا. بله اولین گلمون رو ایشون میزنه که نمیدونم چی باشه ولی خب موقعیت داریم. یه موقعیت زیبا و گل بعدی. اول فاز کار میکنی بزن جلو و بعد پایان نیمه اول فرا رسیده. چون ایرانی ها رو آوردم به ترکونه دیگه. نه ترکونه میترکونه. این چرا اینجوری میکنم چی میکنم علی بازیشون دیگه ولش کنه. بعد این که ولش کنه دیگه ولش کن. میرسه بازی یعنی دیو شروع میکنم. من قویم جدی میفرمایی؟ ما داریم و اینجا گردیدیم ای اول یا مصطفی جعفر نره بابا نرو. چرا اینجوری میکنم هان وای نشود. وای بازی حساس دنبال میشه. آهان وای نشود که بشه. داداش ایرانی جمعن داخت نمیده. الان تو دست این ایرانیه. حالا ببین چه گلی. بابا بدش کن دیگه. ریدیم باخت دادی. واو ادیتور دلم خواست همینجوری الکی سیگار بذار. برگردیم به جریان بازی. وای ای بابا برش بابا ارزه ندارن. اینجا نشون میدم ایرانی جماعت باخت نمیده. حالا نگاه کن بابا چطوری مگه داری اصلا امکان پذیر نمیباشد. جدی میفرمایی؟ ایدام است بابا نکن بابا ریدم. وای چی شد الان نمیتونیم که دوباره. وای گل خوردیم متاسفانه. ایرانی جماعت باخت داد فعلا. یه نفر دو نفر نه دومی نتونست متاسفانه. مثل اینکه خود ایرانیه اسمش چی یعنی اسمش میذارم عبدالله. خود عبدالله چند نفر رو دریبل میکنه. عبدالله گل میزنه. بله ایرانی جماعت باخت نمیده. جدی میفرمایی؟ بله حالا نشون میده که ایرانی جماعت باخت نمیده. اللهمون عبدالله رو بده عبدالله تو با داغی گوش یعنی عبدالله خود عبدالله بله این بازی هم به اسم هم رسید. لایک و سابسکرایب و فالو کامنت و زنگوله این چیزا فراموش نشه تا دیگه بدرود. ادیتور یه سیگما بذار یادم رفتش بگم. بذار دیگه بدرود.